فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. آینده پرسیدن که وقتی که روزه هستیم قطره چشم داخل چشم بریزیم روزه من باطل میکنه یا نه؟ نه، قطره ای که به عنوان مداوا هست در چشم ریخته میشه یا در گوش ریخته میشه به هیچ عنوان این شکننده روزه نیست، ولو این که طعمش را، طعم اون به اصطلاح قطره رو در حلق خودش هم به اصطلاح احساس بکنه که چه طعمی داره و این به اصطلاح در واقع این قطره به حلقش هم رسیده باشه، باز هم این شکننده روزه نیست. منتها در مورد قطره هایی که در بینی انداخته میشه احتیاط بهتر هست و بسیار از علما در مورد قطره‌ای که در بینی انداخته میشوند و چون که یک منفذ سریع هست و به معده، به این خاطر بسیار از علما گفتند که این به اصطلاح شکننده روزه هست. اما در مورد قطره‌ای که در چشم یا گوش ریخته میشه به اتفاق تمام علما این شکننده روزه نیست.